جانب محمد رضای امینی، کاکای شهید علی سجاد امینی، یک تن از شهدای روز جشن سال نو. ایشان با ما اینجا شاگرد بود، قصد زیارت در جشن میله نوروز داشتن. با اینجا از خانه فامیل تمام کاکا و برادر و مادر و پدر کلگی خداحافظی کرد، رفتن و جشن نوروز. بعد از انفجاری که در اونجا صورت گرفت با شفاخانه هر جایی که مراجعه کردیم زخمیشان رو پیدا نکردیم. در شفاخانه علی‌آباد، بعد شفاخانه استقلال رفتیم، دیدیم جسد علی سجاد امینی در شفاخانه استقلال همونجا بود. یک خانواده فقیر نمیجا زندگی میکنیم. دشمنان دین و قرآن با تعداد زیاد مردم ما رو به خاک خون کشاند.